تو کسی که روزدار هستی خوشا به حالت، میفهمی الله متعال یک دروازه بهشت را مخصوص روزدارا قرار داده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود در بهشت یک دروازه به نام ریان هست، در او دروازه هیچ کس داخل نمیشه بجز کسایی که روزه میگیره. سبحان الله، خوشا به حال تو شخصی که روزه میگیری و روزیت الله متعال به درگاهش میپذیره و در روز قیامت از دروازه امو که به نام ریان هست وارد میشی و میفهمین این دروازه چی امتیاز داره و چی بالاخره خوبی داره. در این دروازه و در این طبقه بهشت الله متعال مهمانی را برای بهشتیا تیار کرده. الله متعال برای بنده هایش میگه، برای بنده های روزدارش، تو کسی که تشنگی و گرسنگی را سپری کردی، ما امروز برات مهمانی تیار کردیم که گرسنگی و تشنگی که در دنیا سپری کرده بودی کلش را فراموش بکنی. پس روزه بگیرین، روزه واقعی بگیرین.